ای وای اتر او سرش گوسپنده اوخی سر خم که علف خوردن گیرو خی علف ای بابک دو گردن شما سو بابک ای وای اتر او سرش گوسپنده اوخی سگی زور دارم ده هولیک هم پیش بریم این مالوانو زور هیا یکو گوش بریان تشکیل کنه بخیریم کمتر همیشه کم خورتاس رسیده نه السلام علیکم علیکم السلام خیلی برادر رحمت سوزی تینجی کلو سوزه احوالنازه تینجی سوزه شگه داری سری عدیل استیوادو سیاحت کردستم من تماشا کردستم ایسا همی درختای خوب داره بسیار همی وایده اوخی منظره خوب داره که تماشا کنیم سیاحت برو آمدیم سیاحت اکا این وطن ما وطن زیبا منظر ای بهشت ای وطن بهشت اکا یادی روی هوا رو بینه که بود هوا رو بینه مالوانی خودته اکا او اکا جو من میرم دوری من میده یکی گوسپندوی نغز بوده اینه او یا برادر یا رئیسه شو بوده گوسپندوی نغز بوده یا او اکا جو گوسپنده با شوخی ببین همی یک چی پرسیم اکا چی پون لبای همی میگم که همی گوسپندو همی یک سال دا چند کیلو پشم داده باشن سفیدوش یا سیاهاش اکا سفیدوش دو خی سفیدوش سفیدوش 3 کیلو اکا 3 کیلو 3 کیلو سیاهاش چی؟ سیاهاش هم 3 کیلو اکا هیده یک چی پرسم لبا میگم که همین گوسپندا خب در یک روز یک تاش چند کیلو خوراک میگین شما؟ ام ام میخوره چند کیلو؟ اکی سفیدوش یا سیاهاش اکا سیاهاش همین یک تا 1.5 کیلو سفیدوش چی؟ سفیدوش هم همین 1.5 کیلو سفیدوش هم؟ اکا چی پون؟ لبا من نفهمیدم خب آخه میگو که همین سیاهاش هم سفیدوش هم 3 کیلوی پاش میتیه هیچ دم میگو هیچ هم 1.5 کیلو خوراک میخوره اوش هم 1.5 کیلو این میخوره هیچ من نفهمیدم میره آخی اکا سفیدوش ای خدمه سفیدوش ایخته سیاهاش چی؟ سیاهاش سیاهاش هم خدمه